میگوید 1 ماه هیزم کشیدند. 1 ماه میگوید در یک میدان کلان هیزم زیاد جمع کردند و او را چکار کردند؟ در گراندند. وقتی این هیزم ها سوخت و بعض مورخان میگویند که تا 10 روز این آتش خاموش نمیشد، میسوخت. لخچه های زیاد و گرمی زیاد حاصل کرد. حتی مفسر تفسیر انوار القرآن میگوید که اگر چنان آتش افروخته شد که اگر بر بالای همان آتش پرنده اگر گذر میکرد هر آینه قنات او میسوخت. این قدر میگد آتش تفسان برای سوختن ابراهیم میگد تیار کردن و از دو جانب پایه ها زدن میگد، از یک طرفی همان آتش و از طرف دیگر و بین میگد یک سیم را کشیدن و یک صندوق برای ابراهیم تیار کردند و باید که ابراهیم را در این صندوق جا کنند و بالای همون سیم کشاده میکنند و این صندوق خود راست به همون آتش رفته میافتد. این عمل را هم میگد جا را معین کردند، سیم را کشیدند، پایه ها را گذاشتند و ابراهیم را آوردند نزد آتش. ابراهیم را بدنش را میگه لوچ کردند و دستهای او را زنجیر بستند، گردنهای او را زنجیر پیچ کردند و در داخل همان پیش از آنی که در داخل صندوق جا کنند، نمرود که بسیار ابراهیم میگه قد و شکل خیلی زیبا که داشت و سوی گفت به جان جوانی خود رحم کن. ابراهیم گفت اگر تو به خدا بودن من باور کنی و این خداهای ما را پرستش کنی، هر آینه گفت من از این فرمان دادگی خود پس میگردم. ابراهیم گفت به خود بیا. لیکن ابراهیم میگد وقتی نمرود این سخنها را میگفت ابراهیم چکار میکرد؟ ابراهیم میخندید. ابراهیم خنده میکرد، زیرا این سخنهای بی عقلانه و بی فکرانه نمرود که میشنید در حیرت میافتاد که خدایا این بنده چی قدر گمراهی هست، این از خدای خود چی قدر دور هست، نمیداند قدرت خداوندی را. ابراهیم میگد به سوی همین نمرود چی گفت؟ گفت خداوند هیچگاه زر خالص را نمی سوزاند. و حضرت ابراهیم میگه صداهای میشنید، لا تخاف یا ابراهیم انک انت الاعلی. ابراهیم تو از این جمعیت نمرودی ها نترس که تو بالای این جمعیت غالب میایی. حضرت ابراهیم که یک پشتیبان خیلی مستحکمی از بالای سر که داشت دیگر پروای این نمرودی ها نکرد و میگد بالای همون عرابه سوارش کردند و میگد سیم در حرکت در آوردند. وقتی میگد سیم در حرکت در آمد و این صندوق نزدیک میشد، تمام میگد ملائکه ها و تمام مخلوق خداوندی، زجت ملائکه السماء والارض، تمام ملائکه ها و تمام مخلوق های خداوندی در چریکس در آمدند. وقتی میبینند ابراهیم در داخل یک صندوق و به سوی آتش میرود، البته این حالت، این منظره برای ملائکه ها هم خیلی ناگزیر بود، خیلی ناخوب بود. فریاد زدند، داد میزدند و حضرت میکائیل که این وابسته به بارش است به سوی خداوند گفت پروردگارا چی میشود که مرا اجازت دهی تا که رفته این خلیل تو را از این آتش خلاص کنم؟ خداوند چی گفت؟ گفت یا ملائکتی، ای جمع ملائک همت پایان شوین، این استغاث خلیل ابراهیم منکم بشیء فاغیثه. اگر همین خلیل من ابراهیم اگر از کدام شما مدد طلب کند، هر آینه او را مدد کنید. میکائیل پایان شد، میگد آمد نزد ابراهیم. ابراهیم گفت الحال تو به سوی آتش نزدیک شده ایستاده ای، تمام باران در اختیار من است، چی فرمان میدهی؟ خواهی شد هست که الحال ابری را پیدا کنم و چنان بارش را میریزم که حتی این آتش 1 ماه افروختگی اینها همه به خاکستر مبدل میگردند. ابراهیم چی گفتند؟ ابراهیم گفتند نه، گفتند
میکائیل گفتن من به تو هیچ حاجتی ندارم، هیچ حاجت ندارم. ابراهیم با این سخن میکائیل را جواب دادن. میکائیل از پیش حضرت ابراهیم رفت، در حال میگد ملائکه شمال پایان شد. ابراهیم رخصت میدهی که الحال شمالی را پیدا کنم به حکم خداوند که تمام این لخچه های علاو در خانه همین نمرودی ها داخل می شود و تو نجات می یابی. ابراهیم باشد چی می گفت؟ نه، می گفت من حاجت به شما ندارم، من از شما مددم طلب نمی کنم. وقتی میگه جبرائیل که این حالت می دید، حضرت جبرائیل که این ملائکه مقرب بود چیکار کرد؟ گفت پروردگارا چی خوب می شود که مرا اجازت دهی شاید که خلیلی تو به من تکیه کند. وقتی حضرت جبرائیل میگه پایان شد، ابراهیم که جبرائیل می شناخت، گو ابراهیم گفت یک لحظه مانده است که تو الحال داخل آتش شوی، خوب می شود که برای من فرمان کن تا که از این آتش، از این عذاب، از این سوختار تو را نجات دهم. حضرت ابراهیم گفتند کیف احتاج الیک یا جبرائیل و انسا الذی ارسلک. جبرائیل گفت چگونه من از تو محتاج به سوی تو شوم، چگونه از تو من یاردم طلب کنم و فراموش کنم آن ذاتی را که تو را فرستاده است، چگونه من او را فراموش کنم؟ حضرت جبرائیل گفتند مادامی که اینم میدانی گو از خدای خود طلب کن که تا که تو را نجات دهد. حضرت ابراهیم چیکار کردند؟ میگه چشمهای همون نرگسی نیخته به سوی آسمان گرداندند و گفتند اللهم انت واحد فی السماء و انا واحد فی الارض اعبدک. پروردگارا گفتند خدایا من میدانم که در آسمان بجز ذاتی تو دیگر هیچ پر اقتدار نیست، آسمان از آن توست و من یگانه در روی زمین هستم که الله میگویم لا اله الا انت سبحانك لك الحمد و لك الملک لا شریک لك. پروردگارا تو پاکیزه هستی، خدایا بجز ذات تو دیگر هیچ پشتیبان من ندارم، خدایا حمدم از توست، ملکم از توست. وقتی این سخن میگد گفت حضرت جبرائیل گفتند ابراهیم من به تو فرمان میدهم از خدا طلب کن که تو را نجات دهد. حضرت گفتند که حسب بحالی و علمه بحالی، آن ذات مرا تماشا دارد، آن ذات مرا دیده ایستاده است، چگونه من سوال کنم از خدایی که الحال و سخن مرا میشنود و حالت مرا میبیند. وقتی این مفسرای قرآن میگوید وقتی ابراهیم میگوید با آتش از بالای چقدر بلندی باشد، وقتی که میگد کشاده شد و باید که در آتش افکیده شود، یک پرنده خیلی خورد برابر ابراهیم میگه به آتش می آمد و این پرنده میگه با تمام آن آوازی که داشت صدا میزد، داد میگفت و برابر ابراهیم به سوی آتش نزدیک میشد. خداوند میگه این حال پرنده را دید و همان صفتی رحیمی خداوند کشاده شد و به جبرائیل گفت این پرنده ای که مخلوق من است برای چی خودکشی میکند؟ جبرائیل در حال وی را بدار و از آن پرسان که چرا وی همراه ابراهیم در آتش خودش را میسوزاند. جبرائیل میگه وقتی که نزدیک شد پیک رحمان در حال این پرنده خورده داشت و میگه بالای پری خود و این پرنده میگه به سوی خداوند چی گفت؟ تو پروردگارا گفت من پرنده هستم که یاردم از دست من به ابراهیم هیچ چیز نمی آید مگر این قدر روا میبینم که همراه این خلیلی تو در آتش بسوزم. میگه این سخن پرنده به خدا خیلی خوش آمد و خداوند گفت ای پرنده، گفت چی خواهش در دل داری؟ گفت فقط خواهش من همین است که تمام آن اسما، تمام آن نامهای را که پروردگارا تو داری بر من تعلیم بده تا که او را من چکار کنم، هر جا که نشینم خواه شب باشد خواه روز باشد وی را بخوانم و محبت مرا در تمام دل مردم جایگیر بگردان. مفسران میگویند، معرخای ما و شما میگویند که این همان بلبل بود، این همان بلبلی هست که امروز هم ما و شما با او محبت داریم و هم از خواندن همون بلبل
یعنی ذوق ما و شما می آید، چقدر از خواندن همون بلبل ما و شما را خوش می آید که او چیکار میکند؟ همان نامه های خداوندی را میخواند است. وقتی ابراهیم شاده شد، خداوند چیکار کرد؟ فرمان داد، از بالا امر شد، قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم. ای آتش گفت، ابراهیم الحال به سوی تو آمده ایستاده است، کونی بردن و سلام علی ابراهیم، به ابراهیم من، به خلیل من خنک شو و ابراهیم را سلامت در بین خود نگه بدار. این فرمان خداوندی به سوی آتش بود. مفسرای قرآن میگوید از این ندایی که خداوند کرده بود یا نارو، ای آتش ها خاموش شوید، تمام آتش هایی که حتی در خانه ها می سوختن همه خاموش شدن. حضرت ابراهیم میگه در زیر همون آتش زد. چند روز در همون بین حضرت ابراهیم ماندن و همین نمرودی که در اول خواب دیده بود که تخت او را پشقار چپه میکند و تعبیر کرده بودند که کسی میبراید که این سلطنتی تو را چپه میکند، باز خواب دید که ابراهیم در بین همین آتش زنده است و تمام منجمه ها را فیراد کرد و گفت من این چنین خواب دیدم، میخواهم که از همون موضعی که من نظارت میکردم همون موضع مرا برید. وقتی نمرود میگد آمده دید ابراهیم در همون بین آتش سوزان، در اطرافش میگد هر گونه گلها میگد رویده بود و چند درختهای سبز میگد سبزیده بود و حضرت بالای تخت نشستگی و ذکر خدا را میکرد. ابراهیم، نمرود به سوی ابراهیم میگه فریاد زد. تو ابراهیم گفت من دیگر به تو کاری ندارم، خدای تو خیلی خدای قوی بوده است. از این گونه جزایی که من برای تو آماده کردم، از این گونه جزا که وقتی که تو را نجات داد، من دیگر گپی ندارم. فقط از تو خواهش میکنم که این ملک مرا ترک کن، از ملک من بیرون شو. مادامی که فرمان خدا که بود، چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم میگه همراه سارا و همراه دادرزاده خود حضرت لوط، مختصرا میگوییم این قوم ترک کرد و به سوی مصر و از آنجا به سوی فلسطین چیکار کردن؟ حضرت حرکت کردن. و حال نمرود چی شد؟ نمرود همون 400 سال پادشاهی که داشت، وقتی که همون سپری شد و هیچ ایمان بر خدا که نه آورد، خداوند یک توده از پشه ها را سوی او خصمی که تیر انداختی، پشه کارش کفایت ساختی. صاحب 4 کتاب میگوید یک توده پشه ضعیف به سوی همین قوم نمرود چیکار کرد؟ روان کرد برای نابود کردن قوم نمرود. وقتی این پشه ها آمدن، به مجرد میگد کدام نفری را که همون نیش میزند، در حال همراه همون سپاه و اسب خود خاک به زمین میشدند. و نمرود وقتی این حالت دید، میگد از اون موضع به سوی قصر خود آمدن و یک پشه میگه خیلی خورده از پس نمرود روانه شد و آمد، میگه در دماغ همین نمرود در آمد و نیش میزد و علاج این همین بود که باید که به یگان چیزی وزنین به سر او زده شود. وقتی چند بار در سر نمرود که میزدند، بعد این پشه آرام میگرفت. و دوست داشته ترین آدم نمرود میگد همون کسی بود که وقتی که به قصر می در آمد، در سر نمرود چند کلتک در سرش میزد تا که همون چکار کرد؟ پشه آرام بگیرد. یعنی این یک عذاب از خداوند به نمرود بود. آهسته 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 همین پشه چکار کرد؟ زهر خود به همین نمرود زد و نمرود را از همون بین مردمش، از بین قومش دور ساخت. و این کافر البته به همه ما و شما معلوم است، کسی که این کار خدا میکند، کسی که مبارزه به سوی خدا میبرد،